پنجم نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 14:58 دقیقه راننده ماشین تمغه کیا عبدالرضا زلقدر سال تولدش 1971 موقتا ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با زیرکوچه دهه بالا از طرف کوچه ورزشگران به سمت کوچه سینای پایتخت پیادهگرد خرسال بکنظرف عمران سال تولدش 2017 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه خرسال جراحات وزن جسمانی برداشته هنگام از جانب خود راننده به بیمارستان ابن سینا دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. نسبت جوان 18 ساله ساکن شهر اسفره پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. نامبرده ماه اکتبر سال 2021 جواهرات گوناگون طلایی و نقرگی اپش زن 28 ساله ساکن امان جا را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 7500 سومانی را تشکیل میدهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نوای فردوسی با عریضه زن 37 ساله ساکن نوای فرخار مراجعت نموده است که 8 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه هنگام در داخل دکان دوزندگی واقع در بازار پنجشیر شهر دوشنبه قرار داشتنش شخصان نامعلوم با رای آشکارا از بالای میز کاریش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 1500 سومانی را تشکیل میدهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 26 و 30 ساله ساکنان پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کانه‌بادام با عریضه مرد 59 ساله ساکن جماعت دیهات پلتان شهر کانه‌بادام مراجعت نموده است که آخرای ماه اکتبر سال 2021 شخصان نامعلوم از نزد منطقه نزد ابلگیش واقع در محله ولزواد شهر مذکور یک عدد ظرف آهنین برای آب نگهداری غنجایشش 15000 لیتر دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 13500 سومانی را تشکیل میدهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.